توسط این راه که آن راه نیکلایی میگویند ما به دهه چگم سفر مینموییم. چگم دهه‌ای است که در پشت انا آن تپه‌های بلند واقع است. معنای اصلی چگم این چاه می باشد که از آنها مردم چاه کنده از آنجا آب برآوردند و گفتند که چاه کنید. چاهکن از کلمه چاهکن برآمده. آهسته آهسته این چاهکن به چگن تبدیل یافت و دیرتر این چگن نام چگم را گرفت. بگو گفتم که اتای همه شهر کدی اوقات چی ندارم ما بزرگ اتش خونیت اومدن اوقات شلرما اکا خود منگلا هیچ خیلی اوقات داره. این همین تو شهرارو انا این اجه در بود مردمی در بود. دو راوجی قاو. هاوش ماسکافات میشه. خنگالبازی یک راهی بود، یک انانه بود که بعد از فاتحه در خانه عروس داماد نکاح کرده می شدند. آنها مدت معین در مدت معین یک ماه دو ماه حتی تا یک سال آنها می توانند خود داشت که داماد در به خانه عروس رفتار کند.